بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید و مثل برنامه‌های دیگر گرم و با شکوه در خدمتتون هستیم. از اساتیدی که قبول زحمت کردن، جناب استاد دادبه بسیار بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتن. میخوام این مژده رو خدمتتون بدم که انشاءالله بنیاد شمسی تبریزی و مولانا فصل نامه نخست ما به زودی منتشر خواهد شد. مجموعه این مباحث چاپ خواهد شد. حتما خبر دارید که استاد ارجمند و فریخته، جناب استاد موحد، بسیار در حق ما لطف کردن، در حق ایران لطف کردن و مجموعه درس گفتارهاشون رو در خصوص مقالات شمسی تبریزی آغاز کردن. جلسه نخستش برگزار شد. جلسه دوم که آخرین جلسه دوره اول ماست، هفته آینده دوشنبه در همین ساعت در همین مکان انشاءالله برگزار خواهد شد. مجموعه درس گفتارها رو هم منتشر خواهیم کرد بعد از اینکه به تعدادی رسید که قابل چاپ بود. در ماه مبارک رمضان احتمالاً برنامه‌ها یک ماه تعطیل خواهد شد که به شما خبر میدیم و دور بعدی رو آغاز خواهیم کرد. آغاز دور بعدی با یک برنامه با شکوه، امیدوار هستیم که همراه باشه. سازمان اکو که در اینجا در خدمتتون هستیم، سازمانی است که یک سازمان بین المللی منطقه‌ای است. 10 کشور منطقه عضو این سازمان هستند و تقریبا همه این کشورها به حضرت مولانا میبارند و افتخار میکنند. در بین 10 کشور عضو 4-5 کشور مدعی مولانا هستند. ایران به طور طبیعی، بلخ و افغانستان، عرض شود که کشور ترکیه و قونیه و وخش و تاجیکستان. بنابراین ما از روز نخستی که از طرف این دولت‌ها به این سمت منصوب شدیم اعلام کردیم که مولانا حلقه وصل ما 10 کشوره. به همین دلیلی که با عنوان مؤسسه فرهنگی اکو ما در کنار بنیاد شمسی تبریزی یک هدف رو دنبال می‌کنیم و مولانا و اون معرفی نماد وحدت ما در منطقه اکو خواهد بود. هفته گذشته با دولت ترکیه، با وزیر فرهنگ و آموزش عالی ترکیه و با وزیر فرهنگ افغانستان و تاجیکستان گفتگوهایی داشتم. پیشنهادی کردیم که خیلی استقبال کردن. پیشنهاد ما این بود که کاروانی رو از بلخ تا قونیه به حرکت در بیاریم. این کاروان از 1.5 ماه بعد از ماه رمضان حرکتش رو از بلخ، هرات و بعد به مشهد مقدس خواهد رسید، نیشابور، تبریز، خوی و آخر برنامه ایران هم در تهران خواهد بود. در سالن باشکوهی برنامه خواهیم داشت. در هر منزل علاوه بر سخنرانان برجسته‌ای که میشناسید و میشناسیم سخن خواهند گفت و تجدید خواهند شد از همه کشورها، از ترکیه و افغانستان و تاجیکستان هم افرادی رو با کمک اساتید داریم انتخاب میکنیم. در هر منزلی علاوه بر سخنرانی‌ها چند برنامه فرهنگی بزرگ خواهیم داشت. 2 نمایش با شکوه، نمایش رستاخیز عشقی که آقای حسین مسافر آماده کردن و شماها این نمایش رو ندیدید برای اینکه در تهران اجرا نشد، ولی نمایش رو ما در پاریس، در یونسکو، در ترکیه و در چند جا اجرا شد. نمایش بسیار بسیار خوبی است. این نمایش همراه خواهد بود با نمایشگاهی از آخرین آثار هنرهای تجسمی بزرگان هنر تجسمی ایران که برای حضرت مولانا و شمس کار کردن، هم ایرانی، هم ترک، هم افغانی و تاجیکی. و در هر منزلی باز از یکی از بزرگان موسیقی منطقه دعوت خواهیم کرد که در اونجا برنامه اجرا کنن. خلاصه کاروان خوبی، اگر بنده به اون آرزوهایی که در خصوص این کاروان دارم برسم، کاروان خیلی خوبی خواهد شد. این کاروان بعد از ایران به ترکیه خواهد رفت و در 3 شهر ترکیه برنامه خواهد داشت، همون مسیری که حضرت مولانا گام برداشت و نهایتاً به قونیه خواهد رسید و در قونیه این کاروان امسال کارش تمام خواهد شد. در خصوص بنیاد شمس هم اگرچه من در جلسه نخست توضیح اجمالی دادم، ولی برخی از چهره‌ها جدید هستن، سوال هم میکنن. توضیح مختصری جناب استاد دادبه هم شاید آشنا هستن، بیشتر آشنا بشن. عرض میکنم که بنیاد شمس با یک اتفاق آغاز شد کارش. اون اتفاق هم احیاء مقبره حضرت شمسی تبریزی در شهرستان خوی بود که در سال 1386 کاروانی رو به حرکت در آوردیم از بزرگان هنر و فرهنگ و اندیشه. به شهر خوی رفتیم با کمک مردم
و با کار فکری بنیادینی که مرحوم ریاحی انجام داده بودند و استاد موحد انجام دادن، اساتید دیگر، و این باوری که داشتیم که مقبره شمس تبریزی در قونیه نیست و در خوی وجود داره. با این باور و با اون جشنواره تاریخی سال 1386 اون مقبره شناسایی شد، بازسازی مقبره آغاز شد. در اون روزگار 400 متر بیشتر نبود، الان بیش از 15-16 هزار متر فضا آزادسازی شده و همون جوری که مطلع هستید با کمک بنیاد میرمیران فراخوانی رو اعلام کردیم برای مقبره شمس تبریزی. و به شما این خبر خوب رو بدم، اولا بنیاد میرمیران بنیاد بسیار معتبری است. هیئت داوران از بزرگان مهندسی ایران هستند که در ایران و خارج از کشور به سر میبرند. جلسه نخستشون در ماه گذشته برگزار شد و چیزی در حدود 2000 اثر با ماکت، نه فقط پوستر و مفهوم، برامون رسید که بنیاد میرمیران که سابقه این کارهای بزرگ دارن معتقدن در تاریخ معماری ایران بی سابقه است. یعنی 2000 گروه مشاوره کار کردن و ما الان مسئله ما اینه که این 2000 تا ماکت های 1 متر در 1 متر یا 2 در 2 رو چجور به نمایش بذاریم، کجا دپو کنیم و تا داوران نظر بدن. این نشان می‌دهد که شمس تبریزی و مولانا چه ظرفیت عظیمی است در این کشور که گروه‌های مختلف بدون هیچ چشم داشتی، بدون تردید این کار بزرگ رو کردن. استاد کابلی بفرمایید. عرض شود که خب بعد از این اقدامی که انجام شد بنیاد شمس تبریزی رو تأسیس کردیم. بنیاد شمس تبریزی چهرهایی هستند که شما میشناسید، استاد موحد هستند، استاد محقق هستند، آقای دکتر مرقاطی هستند، عرض شود که و همه چهره‌های شناخته شده. بنیادی است که فقط بنده هم به عنوان کسی که بتونم اوامر این اساتید رو اجرا کنم در این بنیاد هستم و الا بنده جزء کوچکترین های این بنیاد هستم. بنیادی است که جمعی با عشق و علاقه فکر میکنن که یک وظیفه تاریخی بر عهده دارن و اون وظیفه‌شون اینه که این چهره‌های نامداری که تابلوی ما هستن، برند ما هستن و افتخار ما هستن، اینها رو معرفی کنن. امروز 5مین جلسه ماه گفتار ماست که این استقبال خوب شما بهترین و بالاترین انگیزه برای ما بود برای اینکه بتوانیم این کار رو ادامه بدیم. از حمایت همه هنرمندان برخوردار هستیم، از حمایت استاد امیرخانی، استاد کابلی که امروز در خدمتشون هستیم و این مژده رو به شما میدم. استاد امیرخانی قبل از سفرشون لطف کردن و از مقالات شمس چند قطعه بی‌نظیر نوشتن از مقالات. استاد کابلی هم مشغول همین کار هستن که الان هم اینجا حضور دارن و اساتید دیگر همینجور. امیدواریم که به زودی ما یک فولدر زیبایی، نخستین فولدر خواهد بود، از جملات کوتاه و زیبای شمس تبریزی رو هم منتشر بکنیم که یقین داریم که حضرت مولانا به این کار بسیار راضی و خوشنود خواهند بود. به هر حال تشکر. من در این حال عرض میکنم ما امروز در خدمت استاد نیساری هم هستیم. استاد نیساری میشناسید، نسخه شناس معروف ایران هستند، در حافظ چقدر زحمت کشیدن. بعد روزی که از طرف این دولت‌ها آمدیم منصوب شدیم به ریاست این مؤسسه فرهنگی، سراغ رؤسای سابق رو گرفتم، به ایشون رسیدم و افتخار پیدا کردیم، دعوتشون کردیم و از زحماتشون در همینجا تقدیر و تجلیل کردیم. باز هم تجلیل و تقدیر میکنیم. ایشون 12 سال رئیس همین سازمانی بودن که این سازمان در حقیقت میشه گفت که الان میراثدار همون آرسیدی سابق هست. و در خدمت اساتید فراوانی هستیم. استاد عزیزای مختابادم در خدمتشون هستیم که خب هفته گذشتم در آستانه یک برنامه با شکوهی رو با هم در اونجا اجرا کردیم. دیگه چون اینجا هستن شاید آخر جلسه خلاصه یک کاری برامون بکنن که حتما هم من فکر میکنم با بزرگواری و علاقه‌ای که به حضرت مولانا و شمس و شما و اساتید دارن حتما ما رو امیدوار هستیم که به فیض هم برسونن. منتها من ازشون درخواست نمی‌کنم چون روم نمیشه که ازشون درخواست بکنم که بدون فراهم کردن شرایط و مقدماتش بخوان برنامه اجرا بکنن. خودشون اگر خواستن لطفی بکنن حتما همه شما و ما خوشحال خواهیم شد. تشکر می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من از استاد دادبه خیلی متشکرم که دعوت بنیاد رو پذیرفتن و تشریف آوردن و اون چه درباره ایشون من بخوام بگم همه میدونند. آقای دادبه در ایران و در ایران مشهورتر از اون هستند که من ایشون رو معرفی بکنم
و ایشون آقای مهندس صادقی جایشون خالی، ایشون میفرمودن که مولانا شما میگید آدم خیلی بزرگی است، خیلی مهمی است، آخه این چه کرده که مهم هست؟ این برنامه ها برای اون هست که نشون بده که مولانا چرا بزرگ هست. و از استاد نیساری که از پیشکسوتان همه چیز مخصوصا حافظ هستند که یک شاهکاری در مورد دگرسانی های حافظ پدید آوردن از 50 نسخه. و من خدمت شما بگم که ایشون شاید 50% اون اختلاف نسخه ها را هم در ذهن دارن الان، که این غزل در فلان نسخه اینجوری است، در فلان نسخه اونجوری است. و امروز انشاءالله به قول جناب دکتر ایوبی از ایشون خواهش خواهیم کرد که اگر عنایت فرمودن شعری اینجا بخونن و حافظ همش از حفظ ایشون. و از آقای دکتر دادبه باز تشکر مجدد میکنم و خواهش میکنم که مطالب خودشون رو درباره فلسفه مولوی در این جلسه ایراد بفرمایند. استدعا میکنم به نام خدا و با درود به حاضران عزیز. من با غزلی شروع میکنم که علی القاعده ممکنه به نظر کسانی که حیرت کرده باشند من از نگاه فلسفی مولانا چرا میخوام حرف بزنم، چرا که بر طبق رسم معمول اینه که این بزرگان همه به فلسفه ناسزا گفته باشن دیگه. به نتیجه قصه عجیب و غریب من بگذارید با یه غزل شروع بشه که عجیب و غریب ترش کنه. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. عقل گوید 6 جهت حد است و بیرون راه نیست. ضمناً در پرانتز عرض کنم هیچ چیز جز عقل وجود نداره. عقل گوید 6 جهت حد است و بیرون راه نیست. عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها بگفته بر شده بر دارها. عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست. عشق گوید عقل را کاندر تو است آن خارها. هین خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خویشتن گلزارها. بحث من در واقع باید از 2 بخش تشکیل بشه. یکی این که در نگاه کنونی که من دارم نسبت به مولانا فلسفه یعنی چی، و دوم این که اون نگرشی که ازش صحبت کردیم، نگرش فلسفی، چه ویژگی هایی داره که اسمش را نگرش فلسفی گذاشتیم. این 2 تا عنوان کلی بحث من. عادت بر این جاری است که در جای خودش هم درسته، منتها تمام نیست. بعضی چیزها درست هست اما بدان معنی نیست که غیر آن غلطه. معمولاً چنین انگاشته میشه و عرض کردم در حد خودش درسته که فلسفه با طالس در قرن 6 پیش از میلاد پدید اومد. آغاز فلسفه آن است و به قول راسل چیزی بود بین الهیات و علم که با طالس پدید اومد و بعضی هم با تعبیراتی کاملا ذوقی گفتند که هنر طالس این بود که چه را به جای که گذاشت. قبل از اون میگفتند جهان از که پدید آمده است و در برابر خودشون خدایان و سرانجام خدای واحد را می داشتند و او گفت از چه پدید آمده
و در پاسخ گفت از آب و قصه دیگری آغاز شد که فلسفه یونان و سپس فلسفه غرب به نوعی لااقل بخشش اونه و این حرکت تا سقراط و بعد ارسطو، این که عرض میکنم تا سقراط و افلاطون عرض خواهم کرد که استثنائی‌اند بر اون قاعده و در قاعده‌ای که ما ازش صحبت میکنیم، در قاعده فرهنگ ایران و حکمت ایرانی جا میگیرن. خب این به طور اجمال اون قصه‌ای که اونجا آغاز شد و با ارسطو به کمال رسید. عقلی که اونجا ازش صحبت میشه، اون عقلی که مولانا میگه 6 جهت حد است و بیرون راه نیست، اون عقلی است که با ارسطو به اوج خودش میرسه. هنرش هم این هست که استدلال برهانی میتونه بکنه و همین عقل که در نظر ارسطویان مشایان خودمون ابن سینا و فارابی میتواند فراتر از حوزه فنومنون ها به قول کانت یا حوزه گوهران به قول فردوسی، سخن هرچه زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد، میتونه به فراگوهران هم راه پیدا بکنه. حرفی که ارسطو میگفت یا لااقل ارسطویی که فارابی و ابن سینا میشناختند و تفسیر میکردند این بود و به فراتجربه میتونه راه ببره. این حرف اونا بود. من در یک نوشته اسم این عقل را گذاشتم عقل یونانی ارسطویی که حرکت نهاییش اونه. تمام نقدها و طنزهایی هم که بزرگان ما به کار بردن راجع به عقل، راجع به این عقله. چون اصلا عقل چیه؟ انسان که غیر از این جسم اون چیز دیگری که عادتاً بهش میگیم روح، اینه دیگه، چیز دیگری که نیست که. شناسنده و معرفت دار و معرفت شناس هم اونه، اون روحه. روح را به اعتبار استدلالگری میگن عقل، چنان که به اعتبار تزکیه و تصفیه قلب میگن، دل میگن. بنابراین ما هیچ چیزی غیر از اون بعد خاص خودمون نداریم، فقط کارکردهاش متفاوته. اما قصه خود ما در فرهنگ آریایی به طور عام و در فرهنگ ایران به طور خاص از عقل دیگری سخن میگفتن، نه این که این عقل را قبول نداشتن، اصلاً چنین نیست. حرفشون این بود که این عقل به تعبیر فردوسی در حوزه گوهران میتونه عمل بکنه. سخن هرچه زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد. نتیجتاً برای راه اصلاً کسی که در عرف اهل فلسفه، کسی که بگه این جناب عقل ارسطویی یونانی نمیتواند راه ببرد، اسمش میذارن شکاک. بنابراین بزرگترین شکاکان عالم عرفا هستند. شک یعنی شک در توان عقل که میتواند به فراتر از تجربه راه ببره یا نه. حالا گاه پاسخ کاملا منفیس و بنبسته و گاه راه دیگری باز میشه. اون راهی است که در فرهنگ ایران همیشه از اون صحبت شده است. اون راه اینه، شما اگر همین از حاجی ملا هادی سبزواری حتی این طرفتر علامه طباطبایی فرشته خوی فرشته خصال برید تا اون ور زرتشت، اصل این حرف رو میبینید. اصل این حرف این است که عقل غیر از توانایی استدلال برهانی باید بتواند یک هنر دیگر هم داشته باشه. اون هنر شهوده و شهود در پرتو تزکیه حاصل میشه. یعنی که در فرهنگ ایران همواره تعلیم و تعلم با آدم شدن
و با تزکیه و تصفیه همراه بوده. البته این هم حسن هم گرفتاری داره. حسن از این جهت که اگه درست به کار بسته بشه پیداست که به کجا میشه رسید. ای بس از این جهت که چون گفت به مولا نصرالدین گفتن وسط دنیا کجاست، گفت همون جایی که میختویله خر من کوبیده. قبول نداری برو اندازه بگیر. خطر اونجاست که هر کسی ادعا کنه من به چنین توانایی رسیدم و با حقه بازی هایی که میتونه پشت سر این قضیه قرار بگیره گرفتاری درست کنه. اما برنامه ریزان فرهنگ ایران زمین حرفشون این بوده که اون توانایی حتما باید حاصل بشه. شما اگر به مقدمه حکمت الاشراق سهروردی نگاه کنید، اون مقدمه کوتاه 3 مرحله درش میبینید. اول میگه کسی که کتابهای قبلی منو نخونده، یعنی کتابهایی که به شیوه ارسطویان نوشته است، به شیوه مشایی نوشته است، اصلا این کتاب نخونه چون چیزی نمیفهمه. بنابراین شرط اولش اینه که اون حرکت فلسفی یونانی یا مشایی رو خوب بدونه، یعنی اون عقل استدلالگر به کمال برسه. در کنار این اون تزکیه و اون اخلاق باید حضور پیدا بکنه. اون وقت میگه که هر چی که من تو این کتاب گفتم شک که هیچ مشککی نمیتونه اونو از من بگیره، به دلیل اینکه من با استدلال که در نیافتم، با شهود دریافتم. نتیجتاً به هیچ روی نمیتونه کسی اونو از من بگیره چون با همه وجود حس کردم. این مرکز متدولوژیشه، اون مقدمه است. یعنی اول باید ساخته بشه انسان با یادگیری و هوا نیست که اونجا بشینی افاضه بشه، این خبرها نیست. در تمام تاریخ هم اونایی که صحبت از مجذوب سالک کردن اگه بخواید بشمارید به تعداد انگشتان یک دست نمیرسه. قاعده نیست، استثناء. قاعده اونه که درس بخونن، زحمت بکشن، به قول سهروردی، بعد این قصه، این مرکز متدولوژیه. بعد میگه چون به هر حال اون چیزی را که من دریافتم دریافتنی است، برای اینکه یا الله، برای اینکه بتونم منتقل کنم لااقل بخشیشو به دیگران، مجبورم پوشش منطقی و لفظی بهش بدم. این مرحله سوم متدولوژیشه. پس ببینید 2 مرحله اول و آخر دقیقاً حسی تجربی عقلیه. اون وسط دیگه آدمی باید باشه، آدم حسابی، تا اون توانایی رو پیدا کنه. بخشی از اون را چه گویمت که به میخانه دوش مست خراب، چه گویمت، چه جوری بگم، چقدر میتونم بگم، سروش هاتف غیبم چه مژده ها داده است. حالا یک کمی میگم که ای بلند نظر شاهباز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنن صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. این قصه توجه به این حکمت با فردوسی آغاز میشه. من در جایی به تفسیر راجبش حرف زدم، فقط اشاره کردم. در قرن 4 که عصر طلایی فرهنگ اسلامی به طور عام و فرهنگ اسلامی ایران به طور خاص هست، ابن سینا یک قهرمان عقل یونانی میرود به سوی حکمت مشرقی. دوره بحران که نیست که بعضی توجیه کردن عرفان نتیجه بحرانه، که چنین چیزی نیست. خب چرا؟ برای اینکه ما در قرن 4 داریم هویت ایرانی را بازسازی میکنیم و هویت ایرانی که باز هم در جای دیگه به تفصیل گفتم مثل مثلثی است که ضلع اصلیش زبان و ادب ملی است، 2 ضلع دیگرش تاریخ و اسطوره ملی، اساطیر ملی، و ضلع سوم حکمت و فلسفه ملی است. و تا این 3 ضلع شما به هر ملت کهنی نگاه کنید که هویت داره، حتما این 3 ضلع را داره و در رأسش هم زبان ملی است. که اگر زبان ملی یک مردمی که مال ما زبان فارسی است از بین برود، اون مردم منقرض شده اند، تردید نکنید.
این بحث را نمیخوام ادامه بدم چون جزء بحث من نیست. فقط از این جهت عرض کردم که ما در اون دوره که بازسازی کردیم هویتمون را، به فلسفه ملیمون توجه کردیم. یعنی فلسفه‌ای که در حوزه فیلسوفان با سهروردی به شکل نهایی خودش رسید. سخنگوی اولش به زبان ملی فردوسی بود و در جریان عرفان عشق که مولانا قهرمانش هست، با شما در حوزه عرفان عشق احمد غزالی، عین القضات همدانی، عطار، عراقی، سنایی، خود مولوی، هیچ کدوم اینها را نمیبینید که جز زبان ملی برای گزارش اندیشه هاشون انتخاب کرده باشن، برای اینکه اینا تلازم داره. و بعد از این دوره و اون سیر حکمت خودمون در بستر عرفان عشق، قطعاً تمامشون سخنگوی اون حکمت بودن. جوهره بحث تمامشون یک چیزه و مبتنی بر شهود. اون عقلی که گفتیم در فرهنگ ما پذیرفته است، عقلی است که اون توان به دست آورده باشه، غیر از استدلال توان شهود. اون عقلی که سهروردی ازش حرف میزنه، فردوسی ازش حرف میزنه، این خرد خام به میخانه بر تا می لعل آوردش خون به جوش. خام اصطلاح شعریه. اگه میخواست فیلسوف حرف بزنه میگفت به کمال نرسیده، ناقص. و در کل فرهنگ ما دو تا فرمول که دوتاش یکیست راجع به این تبدیل و تحول کیفی مطرح شده. اونهایی که شریعتی تر با مسئله برخورد کردن، تعبیراتی از این دست دارن که باید گوش اون عقله یونانی رو بگیری ببری بشونیش جلو پیغمبر، جلو دین، از اون طریق ایمان پیدا کنه، کمال پیدا کنه. اونهایی که تعبیراتشون عرفانی تر شده، از مستی و سرمستی و اینا حرف زدن، چنان که حافظ به میخانه ببرش، سرمست بشه، بیخود بشه، خونش به جوش بیاد، متحول بشه. تمام حالا اونهایی که میگن با عقل ستیزیدن شعرای ما، نخیر، چنین چیزی نیست. تمام اون نقدهایی که میبینید قفل اسطوره ارسطو خاقانی بر در احسن الملل منهید، نقش فرسوده فلاطون را بر تراز بهین علل منهید، امثال این مسائلی که در سراسر شعر عرفانی فارسی هست، تا همین عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها، نقد عقل یونانی ارسطویی است. و در بسیاری از این متون خود عقل ستایش شده در کنار نکوهش، هر دو هم با واژه عقل. حالا یادم بیاد میخونم براتون، قطعا یادم میاد، مخصوصا در سنایی که آغازگره. البته من این صدای مال خودم رو خفه کردم، شاید این که هنوز نیمه جانی داره. حالا من این کارو میکنم و وقت معلوم بشه که تقصیر کیه. حاجی آقا هم این کارو کردن که لااقل من و ایشون تقصیر نداشته باشه. خب شما هم ببینید. آره. و خوبه دیگه، در واقع الان محکومیت تقسیم میشه. خب اون عقل را عرض کردم، اونی که به میخانه برده تا می لعل خونش به جوش بیاره، من در تعبیرات خودم اسمش گذاشتم عقل ایرانی افلاطونی یا خرد عشق یا خرد ایرانی، فرقی نمیکنه. چند سده بعد همه فکر میکنن اینا تعارض دارن، نخیر. عشق هم که در برابر عقل میگذاریم به قول ادبا یه جور مجازه. ما اون ابزار شناختی که داریم همان روح هست که در عرف اهل فلسفه عقل بهش میگیم، در عرف اهل عرفان دل یا قلب بهش میگیم.
عشق عامل تزکیه دل هست. در واقع به قول اهل ادب ذکر مسبب و اراده سببه. مسبب یعنی معلول که چیه؟ ذکر ببخشید سبب و اراده مسببه. سبب تزکیه عشق ذکر میشه، چی مقصود اراده میشه؟ دل، قلب. بنابراین این تقابل از اون جهته. صده ها بعد به نتیجه ببینید اصلا بحث اینجوری نیست، بحث اینجوریه یا بحث ادامه است. یعنی حرکت باید همون گونه آغاز بشود برسد به عقل ایرانی افلاطونی یا خرد عشق که دو تا توانایی داره، هم استدلال هم شهود. قرنها بعد برکسون گفت شهود مرحله عالی تعقله. خیلی قبل تر این بزرگان گفته بودن. بنابراین این سخن که فلسفه یعنی اون، خب ناتمامه. فلسفه وجوه مختلفی داره، چهره های مختلفی داره، دیدگاه های مختلفی داره. عرفان عشق هم یکیشه. اصلا بدون تفکر، بدون تأمل که آدم نیست. که ما در اصطلاحات خودمون در فلسفه اسلامی علوم فلسفی را تقسیم میکنیم به فلسفه، کلام، تصوف، عرفان. اون دوتای اول رو میگیم علوم عقلی استدلالی، دوتای بعدی رو میگیم قلبی شهودی. تفاوتشون هم اینه، در اون فلسفه ابزار عقل، روش برهانه. در کلام در واقع ابزار وحی به دلیلی با نگاهی عقل و روش جدله. حالا جدل احسن یا غیر احسن قصهش درازه. در تصوف و عرفان ابزار چیه؟ دل صافیه. در تصوف متدولوژی زهده، همونی که صاحب علمه گفته، توبه و ورع و زهد، فقر و صبر و توکل و رضا. و در حوزه عشق آنگونه که عطار پرورده در منطق الطیر، متدولوژی عشق را طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. اون متدولوژی عشقه که اینم من یه جای دیگه صحبت کردم. تمام این جریان‌هایی که می‌بینید نگاه فلسفی ویژه ایرانی است با متدولوژی عشق. از این زاویه است که من از نگاه فلسفی حرف میزنم. اما یک کار دیگه هم کردیم حتی در حوزه فلسفه خودمون. تعبیری که خودمون، حکمای خودمون و اهل فلسفه اسلامی به کار میبرن مقید و غیر مقیده. خیلی باریکه، ظریفه. وقتی از فلسفه حرف میزنن میگن جهانبینی غیر مقیده. غیر مقید به چی؟ به دین، نه مخالف دین. شما وقتی که میگیم یکی از اصول ما در جمهوری اسلامی استقلاله، یعنی میخوایم دنیا رو بکشیم، خب استقلاله. بحث فیلسوف اینه که دین حکایتی داره، تفکر فلسفی هم حکایتی داره. استقلال فکر تا اونجایی هم که با دین سازگار بود، گفت حافظ فرمود که بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر. اونجایی که تدبیر و تقدیر روی یه خط میافتن که مشکلی نیست. اونجایی که روی خط نمیافتن معلومه زور کی بیشتره. اینجا هم همینه. اونجایی که داده های وحیانی با داده های عقلانی یکسانه که نزاعی نیست. اونجایی مشکل پیش میاد که یکسان نیست. متکلم که مقیده و از پیش تصمیم گرفته است که باید اصول دین خاصی را ازش دفاع کنه، خب او مقید به دین دیگه. اما فیلسوف که مقید نیست و آزاد هست و قراره که پیش داوری نداشته باشه و قراره که ببینه حقیقت چیست، اون هم از نخستین فیلسوف که کندی باشه و پرورده فرهنگ ایرانه و به جای اینکه بگنش فیلسوف اسلامی، شوینیسم عربی میگه فیلسوف العرب، این جناب کجا تربیت شد؟ بصره و کوفه و بغداد 3 تا بچه های تیسفونن و در فرهنگ ایران. حالا بذار هی بگم کما اینکه بقیه‌ش هم میگن.
این اولین حرف زد. گفت آقا جان دین دنبال حقیقت، فلسفه هم دنبال حقیقت، پس تعارضی نباید داشته باشن. تعارض در ظواهر، ظواهر رو باید تعویل کرد. به نظر من این کار کمال این کار تا ملا صدرا ادامه یافت و ملا صدرا در حکمت العرشیه به یه توفیقی دست یافت که او آرزوشا داشت. در هر حال این نکته را دست کم نگیرید. این کلام اونیه که این روزا میگنش ایدئولوژی. ایدئولوژی با آزاداندیشی رابطه‌ای نداره. وکیل مدافع ایدئولوژیست، وظیفش هم اینه. یادتون هست در برزویه طبیب در اون سخن شاهکارش در اول کلیله بعد از جستجوگری هایی که با نهله های مختلف میکنه میرسه به یک نتیجه وحشتناک. رای هر یک بر این مقرر که من مصیبم و خصم مختی، زنده باد خودم مرگ بر بقیه. ببینید وحشتناکه. اون وقت بعد میره به سوی کمازاری که نقطه مرکزی حکمت عملی ایرانیه. در حرکت‌های ایدئولوژیکی که ما در قدیم بهش کلام میگفتیم قصه اینه: من مصیبم خصم مختی. قید یعنی این. در حرکت‌های فلسفی هر کسی حق اظهار نظر، که اون حق داره اینجوری بگه، برای اینکه او داره از یک امر مقدس وحیانی دفاع میکنه، قصهش فرق میکنه. اما فلسفه و تفکر فلسفی امر انسانیه و فیلسوف با عدم تقید، یعنی با عدم پیش داوری و استقلال طلبی، حرفش این است که همه میتونن فکر کنن، همه میتونن بیاندیشن. و خواهیم دید که سقراط تر از سقراط مولویه تو این زمینه. تو اون دو تا حوزه دیگه هم تصوف مثل کلامه، یعنی دقیقاً کلام شهودی ایدئولوژیه. و عرفان مثل فلسفه است، یعنی دقیقاً اون آزاداندیشی فلسفی رو داره و میتوانیم بگوییم فلسفه شهودیه. تفاوت از زمین تا آسمان است. تفاوت به تعبیر امروزیا آزادی بیان، آزادی فکر یا عدم آزادی. خب حالا اون چیزی که من دارم ازش حرف میزنم، از اون صدر تا این ذیل اون حکمت ایرانی اشراقی برآمده از خرد ایرانی است که یکی از بسترهای مهمش عرفان عشق که مولوی در صدر این قرار گرفته. دومین بحثم چه ویژگی هایی درشه؟ اولین ویژگی که همان است که دیدید، یعنی اون عدم تقید که ظاهراً یک لفظ به نظر میرسه. و اینم یادتون باشه اصلاً هم بحث تقیه و تظاهر و اینا نیست. عرض کردم وقتی حرفشون اینه که دوتایی دارن میرن مشهد، مشهد یکیه دیگه، راه متفاوته، بازیشون نمیاد، لااقل دغدغه‌شون این بوده. اونا همه بازی‌های سیاسی است که کار به اینجا میرسونه. 200-300 سال بعد از ماجراهایی که بین معتزله و اشاعره رخ میده در دوره قدرت معتزلیان که میبردن بازجویی میکردن، گزینش میکردن با این دوتا سوال که کلام حادث کلام خدا یا قدیمه، یا اون یکی خدا را میشه دید یا نمیشه دید. پاسخی که طرف به این پرسش میداد جناح سیاسیش روشن میشد. یه 300-400 سال بعد فخر رازی میگه هذا نزاع لفظی، این که مشکلی نیست، که اونی که میگفته کلام خدا قدیمه کلام نفسی مرادش بوده، اونی که میگه حادثه کلام لفظی یعنی خلق لفظ. بله راست میگه هذا نزاع لفظی.
اما این لفظیون خیلی پدر سوخته‌ان، برای اینکه تمام قضیه در اونجا با همین مسئله تعیین میشد. بسیاری از این مسائل اینه و الا راست میگه که گفت ابن سینا کفر چو منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود در دهر، چو من یکی آن هم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود. ببینید اصلا بیاندیشید، یک کسی از اول اینجوری کنه بپذیره فکرم نکنه، یکی فکر بکنه شکم بکنه دست و پا هم بزنه بعد به نتیجه برسه، خب کدومش ارزش داره؟ خب ابراهیم هم که همین کار کرد که شک کرد اول، همه بزرگان همین کار کردن. اصلا اگه شک نباشه فلسفه نداریم، در بستر یقین قنودن فلسفه به بار نمیاره. خب این که قصه اصلیه. در سراسر آثار مولانا ویژگی های برجسته‌ای که در یک فکر پس یادتون باشه توافق کردیم که فلسفه فقط اون معنای یونانی را ندارد، معنای ایرانی فلسفه در طول تاریخ حضور داشته. اتفاقاً بعد از رنسانس هم حرکت فلسفی به ویژه در بعضی از حوزه ها مثل آلمان و اینها که رنگ افلاطونی پیدا کرد به نوعی یعنی رنگ آریایی پیدا کرد و با هنر درآمیخت. زبان از ببینید زبان این بزرگان ما رفای عشق زبان هنریه. شما هر کدوم از این متون حتی متون نثر که به تعبیر اهل حکمت شعر منصوره بگیرید اون زبان هنری را میبینید. اون حوزه زبان علمی خاص خودش داره که هر لفظ باید یک معنا داشته باشد و اینجور حرفا، و این حوزه هم زبان هنری خاص خودش داره با شمول معنایی خاص و بعد از رنسانس در بعضی از حوزه ها اصلا اینجوری شد اون چیزی که ما داشتیم و هنوز هم داریم. خب حالا غیر از اون اصل و اساس که اون آزادی آزاد فکری است، بعضی از ویژگی ها یکیش نقد تصوفه که شما سر تا سر در مولانا میبینید. درسته که بعضیا تصوف و عرفان میگیم گاهی و ازش درست به قول اهل منطق نسبت تساوی اراده میکنیم، یعنی یک معنی، این در جای خودش درسته. گاهی مترادفن اما همیشه مترادف نیستن. گاهی عرفان در معنای مرحله عالی مکتب، تصوف در مراحل آغازینه و مهمتر از اونی بود که عرض کردم از منظر روش شناسی متدولوژی. تصوف مکتب زهد با متد زهد به علاوه تقید، عرفان مکتب عشق با خصلت فلسفی با آزاد فکری آزاداندیشی. این مسئله اساسی است. نتیجتا شما من فقط آدرس میدم که خودتون بهتر بلدید. اونجایی که میخواد نقد کنه صوفیان را، حالا اوضاع احوال اجتماعی سر جاش، یادتون است که چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست، این ابلیسان آدم روی را میبره جلو تا حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخواند بر سلیمی زان فسون، جامه پشمین از برای گت کنند بو مسیلم را لقب احمد کنند. فراز و نشیب‌های اجتماعی سر جای خودش، اما اون تقید و دکانداری که در عصر حافظ به اوج خودش میرسه و صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی، بیا به میکده و چهره ارغوانی کن مرو به صومعه خانقا کانجا سیاه کارانند. قصه از قرن سوم شروع شده بود و یکی از اوجگاه های نقد اون شیوه بسته ایدئولوژیکی عرض می شود خیلی چیزای دنبالش در مثنوی میبینید و همین نقد نشون میده که مشرب او اون مشربی است که عرض کردم. این یک حوزه است.
حوزه دومی که کاملا میبینید بحث آزاده که مربوط به همون شما گفتگوها، استاد گفتن اون گفتم ها، این گفتیم گفتن در مثنوی یه حکایتی داره، در غزلیات شمس یه حکایتی. اون دیالوگ ها، محاوره هایی که در مثنوی هست اولا از نظر فلسفی دقیقاً یادآور اوج گفتگوها و محاوره های سقراطیه. در اونجا ما عادت کردیم در این گفتگوها حرف اول آخر را قهرمان بزنه مشتم به کوبه رو میز. شما در اون گفتگوها میبینید گاهی سقراط خاموش میشه، حس میکنید به قول بچه ها کم آورده. چرا؟ برای اینکه او میگه من مثل مامانم مامام، او ابدان را متولد میکنه، من نفوس را، با هم میکوشیم. خب یه جایی بحث تموم میشه تا تجدید فکر بشه. این وضع را در مولانا میبینید، این گفتگوها رو میبینید و دقیقاً اگه شما این قصه گفتگو اصلاً راحتتون کنم، گفتگو محاوره برخواسته از فکر آزاده. من یه تیکه یادم بود امروز جاش پیدا کردم. اولا ما 2 تا ملا داریم که هر دوشون دلشون برای اسلام میتپیده، یکی غزالیه یکی فخر رازیه. غزالی مثل برق تکفیر میکنه، فخر رازی هیچ جا تکفیر نمیکنه. تفاوتشون چیه؟ تفاوت تربیت فلسفی با تربیت ایدئولوژیکیه. غزالی از بچگی تربیت کلامی ایدئولوژیکی داشت. تو سن 35-6 سالگی هم که معلم مدرسه نظامیه بود گفت میخوام پدر فلاسفه رو درارم. برای اینکه نگن بلد نیستی مقاصد الفلاسفه رو نوشتم تا ببینن خوبم بلدم، بعد تحافظ رو نوشتم. بله بلدی، ولی فرق است بین بلد بودن، یاد گرفتن با همه وجود حس کردن. فخر رازی هم همون اندازه دلش میسوزه، اون تفسیر کبیر هم نوشته اما کسی رو تکفیر نمیکنه. از بچگی تربیت فلسفی داره. حالا شما گفتگوهایی که در مثنوی هست، این گفتگو مثلا من در یک مقاله‌ای که استاد خواستند و دوستان دیگه، نگاه دیگرگونه مولوی به جبر و اختیار، در دفتر 5 نگاه کنید. آدمایی را که میشونه جلو هم بدون هیچ گونه تبعیض حرفاشونه میزنن، به کسی هم نمیگه خفه شو. حالا اون نتیجه‌ای که میگیره عرض میکنم چیه؟ فعلا در این بسترم که همه حق دارن حرف بزنن. حالا ملاحظه کنید جناب غزالی با همه عظمتش، با همه عظمت علمی، یک کتابی داره اصلا اسمش جالبه، الجام العوام عن علم الکلام. الجام یعنی دهنه زدن، لگام زدن. الجام عوام با علم کلام. عوام کیان؟ هر که مثل او نیست. فکر نکنید مثلا اگر یک کسی نجوم خونده بوده در نظر او عوام نبوده. هر کسی جز فقاهتی که او میشناسه و کلامی که او میشناسه اون عوامه، نه بی سواده. اون وقت بعد جالبه این حضرت 7 تا امر میگه باید عوام رعایت کنن. تقدیس خب عیبی نداره، تنزیه خداه. ثم تصدیق، ایمان بیارن. خیلی خوب، ایمانم به شرط زور دگنک نه، اگه آزاد، ولی او میگه بزن تو سرش. بعد ثم الاعتراف بالعجز، اعتراف کنن که ناتوانن، نمیتونن بفهمن. چرا؟ این داره مقدمه چینی میکنه که مثل مسیحی ها که میگن رابطه خدا و شما کلیسا هست، بگه ماییم. بعد ثم سکوت، خیلی جالبه، میگه حتی حق ندارند عوام سوال کنند، بپذیرن. ثم الامساک، حق ندارن اون جمله‌ای که میگن یه واژه‌شو این ور اون ور بکنن، همونه. نباید بگن تنزیه که گفتیم تقدیس.
ثم تسلیم لاهل المعرفه. اهل المعرفه کیه؟ اونی که مثل او فکر میکنه، دستاشون رو ببرن در برابر او بالا. حالا این نگاه ایدئولوژیکی صوفیان کلامیه. تصوف در اون معنی، نه در مفهوم عرفان، اینا توجه داشته باشید، در اون معنیه. خب حالا اینو بگذارید در کنار دیالوگ هایی که در مثنوی داریم، از جمله اون دیالوگی که من بهش اشاره کردم. بگذارید کنار محتسب چی بود؟ در نیم شب مستی بدید و در بن دیوار مستی خفتدید، گوفان مستی چه خوردستی بگو، گوفان خوردم که هستن در سبو. این یک ویژگیه که به یک دنیا میارزه. نتایج عملی قضیه رو ببینید، حق داری یا نداری حرف بزنی. دوم ویژگی که در فکر فلسفی هست و در فکر ایدئولوژیکی نیست و در مثنوی پره، طنز. ممکنه یک کسی مثل غزالی بگه خفه شو، دستم بندازه، اما طنز در کلامش نیست. کیرکگور معروف رساله دکتریش راجع به طنز در کلام سقراط و یک حرف عجیبی میزنه که به نظر من 1000 سال قبل مولوی میفهمیده اینا بهتر از او. میگه با طنز میشه مخاطب را تکون داد، به فهم رسوندش و تحول درش ایجاد کرد. و این حافظ که قهرمانه، اصلا این حافظی که من و شما دوستش داریم حافظ طنازه، حافظیه که با طنزش داره اون کارایی را که میخواد بکنه داره میکنه. این قصه هم در مثنوی سرچشمه داره، در غزلیات شمس نه، اونجا قصه فرق میکنه، ولی در مثنوی بسیاره. در همون قصه گفتگوی مست یا اون یکی از گفتگوهایی که توی همون ماجرای جبر و اختیار در دفتر پنجم هست، خاطرتون هست که اونجایی که طرف میاد از درخت مردم میوه میخوره، بعد میگه که چرا میخوری؟ میگه که یه بنده خدا داره از درخت خدا یه چیزی میخوره و من و تو حالا چه کاری که این وسط اومدی دخالت میکنی؟ اون با اون بیان طنزآمیز میگه چوبا بیارو، میگه یه بنده خدا با چوب خدا میزنه به پشت اون. یکی میرفت بالای درخت میفشاندن میوه را دزدانه سخت، صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمید، کو چه میکنی؟ گو چه میکنی؟ گفت از باغ خدا. بنده خدا گر خورد خرما که حق کردش عطا، عامیانه چه ملامت میکنی؟ بخل بر خوان خداوند غنی. و اونم میگه چوبه رو وردا بیا، پس ببستش سخت. آندم بر درخت میزد او بر پشت و ساقش چوب سخت یا چوب سخت. گفت از چوب خدا این بندش میزند بر پشت دیگر بندش. چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام آلت فرمان او. اینجور طنزای نهان و آشکار پره در مثنوی و طنز که متحول میکنه. و تأمل کنید در این عرضی که میکنم، در یک کلام ایدئولوژی طنز با هزل با تمسخر فرق میکنه. طنز هرچه نهفته تر باشه مهمتره. به همین جهت که حافظ قهرمانشه با همه عظمت مولانا. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. این سالکه عین اون عالی مقامه است. راز درون پرده ز رندان مست پرس، که این حال نیست زاهد عالی مقام را. اینجا آشکارتره، اونجا نهفته تره. این سیر این طنزه که به حافظ میرسه و تأکید میکنم طنز ویژه نگاه فلسفی، ویژه کلام فلسفی و حرکت فلسفی است. و دیگر این که در همون دو تا دیگه ویژگی هم تا اینجایی که من یادم بود بگم، براتون خسته شدید. در همون بحث عرض می شود جبر و اختیار، اگه یادتون باشه هیچی نمیگه مولوی، اونجا نشسته، طرفین دارن حرف میزنن،
اونم گوش میکنه و در واقع مثل اینایی که تو تلویزیون میگه حالا نوبت شما بگید، بعد اون میگه حالا نوبتش تو یه رب مال توی، همونجا نشسته بلا تشبیه این کارو میکنه. آخر کار فقط یک جمله میگه که ما معمولاً به اون جمله یه جور دیگه ای نگاه کردیم که اون یه جور دیگه هم عیبی نداره، باز به شرط این که اون یک جور دیگه فقط اون یک جور دیگه نباشه. در میان جبری و اهل قدر میرود این قصه تا حشر بشر. ما معمولاً چجوری نگاش کردیم؟ اینجوری که اگه میخوای نره تا حشر بشر بیا عارف شو، عیبی نداره، این یه بعد قضیه است. اما یک ویژگی فلسفی مهم در اینه. ببینید اونی که حرف اول و آخر میزنه وحیه، اعتقاده، در حرکت انسان در راهه، فکر در راهه، متحول میشه، پیش میره. بنابراین نتایج فکرم که اندیشه ها و فکر فلسفی و نظریه ها باشه متحول میشه، پیش میره. هیچ تردیدی نیست. خب نتیجتاً یک حرف هست در حوزه فلسفه که میگن مباحث فلسفی جدلی الطرفینه، یعنی شما هم میتونید این طرف قضیه را اثبات کنید، هم اون طرف قضیه را، هم میتونید جبر را اثبات کنید، هم میتونید اختیار را اثبات کنید. و من در یک مقاله‌ای به تفصیل اگه کسی حالش داشت و حوصله داشت تو دایره المعارف بزرگ اسلامی زیر همین عنوان جبر و اختیار نوشتم و نشون دادم که اصلاً تا چیزی نیاز بشر نباشد پدید نمی آید، اگرم احیانا پدید بیاید از بین می رود، حتی جبر و اختیار. بنابراین هم جبر نیاز بشر بوده که پدید اومده، هم اختیار. بنابراین به لحاظ عملی در یک جاهایی به این نیاز داره بشر، در یک جاهایی به اون طرف. اما از لحاظ نظری، به لحاظ نظری اون یکی اون میگه میرود این قصه تا حشر بشر. اگر نرود تا حشر بشر معنیش اینه که فکر متوقف شده، این استمرار داره و این مهمترین خصلت فلسفی است که همه اون حرفا از توش در میاد. و این مصرع یا این بیت یک دنیا حرف فلسفی داره. و آخرین عرضم این که مولوی، یک ویژگی دیگه آزاد فکری مولوی، امروزی ها فکر میکنن پلورالیسم دینی مثلا یک امر تازه‌ایه. بله ما خفتیم، فرنگی ها دویدند، باید بدویم، خیلی هم شدید بدویم، وای نستیم، دیگه نمیتونیم لاک پشت باشیم. اگه راست میگیم خرگوش باید باشیم با تدبیر لاک پشتی. اونا حرفهای خودمون رو متول برمیدارن، وقتی مباحث بلاغی مطرح میکنن چیزایی از توش در میارن که صاحبان متول در نمیارن. خیلی خوب، این هنر رو دارن، کسی انکار نمیتونه بکنه. در اینجا درسته الان این مسئله تکثر دینی و پلورالیسم دینی و این مسائل بله یک بحث جدی شده است، تردیدی نیست. اما حقیقت اینه این بحث‌ها در حوزه بزرگان ما مخصوصاً حکمت ایرانی و عرفای اهل عشق بوده است. من عین عبارت مولوی را براتون میخونم، این دیگه چون شعر نیست، عین عبارت اینه. در فیه مافی میگوید که علم منو بردار آیدی تو که مثل این که سرنوشت اینه. ببینید میگه گفتم آخر دین کی یکی بوده است، همواره 2 و 3 بوده است. 2 و 3 بوده است یعنی تکثر. و جنگ و قتال قایم میان ایشان، بین اینا دعوا بود. شما دین را یک واحد چون خواهید کردن، یک آنجا شود. یعنی این جهان جهان کثرت است و لازمه کثرت هم این تعدد هست. به جهان وحدت که رسیدیم اون وحدت تحقق پیدا میکنه. ما حتی در باورهای شیعی خودمون مگر نداریم که در آخر الزمان و بعد از ظهور این اتفاق میافتد؟
یعنی اونجا که در دامنه رستاخیز و نزدیک به جهان وحدتیم، در قیامت که جهان وحدت میخواد بگه، اما اینجا یعنی میخواد بگه اونجا یکی شود در قیامت، اما اینجا که دنیاست ممکن نیست، زیرا اینجا هر یکی را مرادی است و هوایی. حالا ممکنه بگید خب بسیار خوب، اصلا لطف قضیه در اینه که یک کسی یک باور جدی داشته باشه، اونی که هپل هپوه که هست، اونی که یک باور جدی دارد و در عین این باور جدی حق میده به دیگران که باور دیگری داشته باشن و نمیگه باید کشتشون، نمیگه من مصیبم و خصم مختی، میگه لازمه این جهانه. از این جوهره اصلی تکثر پلورالیزم زیباتر از این هست و تمام مثنوی همین قصه رو نشون میده. اصلا مسئله مذهب عشق به تعبیر ابن عربی ادین و بدین الحب انا توجهت رکائبه فالحب دینی و ایمانی، من به دین عشق گرویدم و هر یا مرکب عشق رو نهد من بدان سومی روم. جنگ 72 ملت همه را عوض بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. آنجا که کار صومعه را جلوه میدن یعنی دکون باز میکنن، ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. این جوهره اون بحثه و با مجموع این قضایاست که من از نگاه فلسفی یا در واقع نگاه آزاد فکرانه مولوی به جهان هستی سخن میگم. و فرجام هم بگذارید باز همون قصه را، ای رستخیز ناگهان معشوق عشق، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته اندیشه را آراسته، هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا. این سکر بین هل عقل را ببینید، این همون قصه این خرد خام به میخانه بره. این سکر بین هل عقل را اون عقله، وین نقل بین هل نقل را ایدئولوژیه، که از بحر نان و بقل را چندین نشاید ماجرا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد السلام و با عذرخواهی. راجب مولانا واقعا خیلی جای بحث است. حافظ را الان اشاره می کردم، از زمان پدر بزرگ ما پیشتر، شاید بعد از کتاب قرآن مجید یک جلد دیوان حافظم در هر خانه بود. برای مصارف عملی هم اونم استفاده می شد. فال می گرفتن. گاهی کسی اگر حال زمزمه داشت دستش می برد از تاقچه دیوان حافظ رو بر می داشت و با اون آوازی می خوند، زمزمه می کرد. اطلاعاتی که ما خوندیم به دست آوردیم، حافظ به خاطر بعضی ملاحظات نمیخواست دیوانش منظم نوشته بشه، تدوین بشه. آخه کسی که گفته محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، خب اگر این دست امیر مبارزالدین می افتاد که حافظ نمیتونست که آزاد بتونه در شهر شیراز راه بره. از
استفاده میکنم بیاناتشون. من فکر میکنم اگر موقعیت موجبات یه طوری بود که حافظ خودش نظارت میکرد که دیوانش نوشته بشه و یک عنوانی، یک کلمه عبارتی را پیشنهاد میکرد که روی اون دیوانش بنویسند، چه مینوشتن؟ سخن عشق. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. یا هرگز نمیرد اون که دل. خودش میدونست که جاودانی بودن حافظ به خاطر این نیست که یه دور زمانی بوده و تاریخی اسمی از او نوشته، بلکه اون اثری که ازش باقی مونده اون اثر جاویدانه. از صدای این خوندم: هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دیگه بحث راجع به حافظ نیست، برگردیم به اصل موضوع که مولاناست. مولانا در بارش کم توجه شده تا حالا. روحش شاد، یادش بخیر، استاد ما استاد بدیعالزمان فروزانفر که فعالیت و کوشش زیادی به کار برد در احیای متن دیوان، یعنی دیوان کبیر، شمس کبیر. بازم مثل این که این صدا درست خوبه. خیلی. و اینجاست که مجددا من بدون تعارف، بدون تظاهر، قلباً باید تشکر بکنم از دکتر جالی و از استادان نظیر آقای دکتر دادپه و دکتر توفیق سبحانی که به حمدالله با اراده قوی و همت عالی در باب احیای آثار مولانا کوشش میکنن. صحبت این میشد، فرمودید که بعضی کشورها مثل افغانستان میخوان تصاحب بکنن که او زاده بلخ است پس افغانی است. ترکام حق دارن، میگن مقبرهش اینجاست و زندگیش، شعرش اکثرش اصلا در قریه بوده. خیلی خوب، این بحثی نیست. واقعیت ها را ما همه باید قبول بکنیم. در اون موقع تصادفاً شناسنامه نبوده که وقتی که مولانا همراه پدر خودش راه افتادن از بلخ و گذشتن آمدن نیشابور، از اونجا رفتن بالاخره قریه را انتخاب کردن. اون سلطان کیقوباد دعوتش کرد، اونجا موند. اون شناسنامه‌اش بود، معلوم میشد ملیتش چیه، ولی خب نبود. بنابراین ملیت مطرح نبود اون موقع. و این مولانا یه آدم جهانی است، اصلا نمیخواستم بگم منطقه‌ای که محدودتره، یک شخصیت جهانی است. من افتخار این داشتم، شانس این داشتم که 2 بار به قونیه رفتم و دیدم اونجا که اون قبه خضرا، اونجا مردم خود ترکا و از کشورهای دیگر واقعا مثل یه زیارتگاه وارد اون محل میشوند. وقتی به اون محبت وارد میشید، اون بالاش این شعر را نوشتن، هنوز یادم است. میگن نوشته بود: قبلة العشاق باشد این مقام، هر که ناقص آمد اینجا شد تمام. به شعر فارسی، با وجود اینکه همه اونجا ترکی حرف میزنن، ولی این بود. وارد صحن که میشید، اینجا یه اثر دیگری باز هست. یه 2 بیتی از منسوب به مولانا با ترجمه فرانسه و انگلیسی و آلمانی و زبانهای دیگر اونجا گذاشتن. ببین چقدر شعر مناسب و خوبی است. میگه: بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. این در صحن ورودی این محل. و بعد اون مراسم سما و اینها رو که بود کرد، دفعه من دیدم و اجازه صحبت بهم دادن، مثل حالا که لطف فرمودید. و این از یادگارهای دوران ملاحظه مولاناست. اما بریم سر این اصل موضوع که شما تشریح کردید. من حافظ را چون برای تصحیح آدم 50 نسخه را
هر غزل را 50 مرتبه بخونه، اینها اعداد نجومی میشه، میدونید از بابت اوقاتی که باید صرف این کار بشه. طبعا یه مقداری از این شعرها در ذهنم میمونه، اما هر وقت یه حالت خوشی بهم دست میده هوس میکنم برم سراغ اشعار مولانا. و از اشعار غزلهای مولانا در اصلش خیلی مفصله، 40 بیت گاهی یه غزله. من دیگه 40 بیت که نمیتونم حفظ بکنم. از مجموع 40 بیت 4 بیتش که به نظرم خوب میاد، به دلم میچسبه، چند بار که میخونم در ذهنم میمونه. حالا 1 یا 2 غزل را با اجازهتون از اون خریطه ذهنی اگه اشتباه کردم باید ببخشید، چون در سن سال بالای 92 سال فراموشی و اینها باید از این مجموعه که شاید چند شعر و اینا کوتاه به ذهنم میرسه فکر کنم یکیشو انتخاب بکنم، 1 2 تا خدمتتون عرض بکنم. نگارینا چنین زیبا چرایی، چنین شوخ و چنین رعنا چرایی. گرفتم من که الیاسی و خضری، چو آب خضر جان افزا چرایی. گرفتم من که خود جان جهانی، چنین جان جهان آرا چرایی. گرفتم گنج قارونی به خوبی، چو موسی با ید بیضا چرایی. چو نور تو گرفت از قاف تا قاف، نهان از دیده چون عنقا چرایی. این یه غزل 4 بیت از اون غزل. حالا از اونهایی که گفتگو بود و من بیشتر خوشم بیاد چند تاش، یکی اون من مست و تو مستانه ماله، ولی خب آمده ای خوب است، بعد یه جای خوب آمده ای که راز ما بر همه کس، آمده ای که راز ما بر همگان بیان کنی. اون ره بی نشانه را جلوه دهی عیان کنی. دوش خیال مست او آمد جام می به کف، گفتم می نمیخورم، گفت مگو زیان کنی. گفتم ترسم ار خورم شرم بپرد از سرم، دست برم به زلف تو روی ز من نهان کنی. دید که ناز میکنم، گفت بیا عجب کسی، جان به تو روی آورد سر ز چه رو گران کنی. گنج دل زمین منم، سر چه نهی تو بر زمین. گنج دل زمین منم، سر چه نهی تو بر زمین. قبله آسمان منم، رو چه بر آسمان کنی. این گفتگوش. حالا برای اینکه بیچاشی نمانه شعری که خوندم، یه رباعی هم با اجازتون از چون شمس مشهوری که مثنویاتش خیلی خوبه، غزلهاش دیوان شمس، ولی مشهور به رباعی گفتن نیست، ولی یه رباعی با اجازتون من میخونم. خسته نشدید انشالله. نه بله. چون من میاد صدا، چون من اگرت عاشق شیداست بگو، گر میل دلت به جانب ماست بگو. ور هیچ مرا
در دل تو جاست بگو، گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو. حالا ترجمه ترکی. ترجمه ترکیش به خاطر آذربایجانیان اینجا هستن و اینه مصرع آخر میگه وارساده یخساداده düzündü. در هوایت بیقرارم روز و شب سر ز پایت بر ندارم روز و شب روز و شب را همچو خود مجنون کنم روز و شب را کی گذارم روز و شب جان و دل می‌خواستی از عاشقان جان و دل گذارم روز و شب ای مهار عاشقان در دست تو در میان این قطارم روز و شب تا که عشقت مطربی آغاز کرد گاه چنگم گاه تارم روز و شب بس که کشته مهر جانم تشنه است زبر دیده اشک بارم
زبر دیده اشک مارم روز و شب بس که کشته مهر جانم تشنه است زبر دیده اشک بارم روز و شب من از روز ازل دیوانه بودم دیوانه روی تو سرگشته کوی تو سرخوش از باده مستانه بودم در عشق و مستی افسانه بودم نالان از تو شد چنگ و عود من تار موی تو تار پود من بی باده مدهوشم ساغر نوشم ز چشمه نوش تو مستی دد ما را گل رخسارا بهار آغوش تو چو به ما